اصلا تمام فرموده های شریعت به فایده بنده هست. هر یک امر شریعت برای شخص مسلمان اگر اجرا کند فایده های عظیم میگیرد و هر یک گناهی که شریعت منع کرده است نکن گفته است اگر از آن باز ایستد از ضررهای بسیار در امنیت میماند. و از جمله چنین فایده های عظیم این صلة الارحام است. مصنف رحمت الله علیه گفتند که صلة الارحام پیوست کردن علاقه خویشاوندی و این در کتاب خطوات الی السعاده هست، یعنی قدم های به سوی خوشبختی. کسی اگر خوشبخت شدن خواهد یکی از عمل هایی که بنده را خوشبخت میکند، یعنی سبب خوشبخت شوی بنده می شود، این پیوست کردنی علاقه با خویشاوندان. هر یکی ما شما سحر میخیزد، هر یک حرکتی که میکنید برای فایده خود حرکت میکنید. یک کاری میکنید که دین شما، دنیای شما، آخرت شما آباد شود. برای آبادانی خود مهنت میکنید و یکی از عملهای بهترین که سبب خوشبخت شوی بنده میشود این پیوست کردن علاقه با خویشاوندانش. بنابراین کسی که اگر به این صحبت، به این موضوع اهمیت دهد و عمل کند، باور کنید سبب خوشبختی دین و دنیای شما میشد. همه موضوع های شریعت اصلا همین خیر است، لیکن این یکی از سبب های بزرگ است.